سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم هر جا هستین خوب و شاد باشین. امروز ما اومدیم با یک لایو دیگه با همکار عزیزم که میخوام که به ما جوین بشه، مریم جان. امروز میخوام در مورد قانونی بودن این بیزنس صحبت کنیم. منتظر هستم که مریم جان هم لایو بشه و خیلی خوب. بله، مریم هم الان جوین شد به ما. مریم جان، بله. سلام عزیزم. سلام خوبی؟ خوبی؟ سلامتی؟ ممنون. مرسی نازنین جان مرسی از هماهنگی از عزیزم. دعوت. خواهش سلام همه میکنم. دوستان. قربانت. خوبی؟ صبح مرسی. اول وقت مزاحمت شدیم. خیلی هم عالی. من صبح همون که با شما شروع میکنم و همه دوستان اون روز خوبی میشه. روز منو میسازید. عالی، خیلی هم عالی. موفق باشی مریم جون. خوشحالم که هر مرسی. هستی. مرسی خب میخواستیم نازنین جان. امروز، یعنی هر هفته پنجشنبه ها ما توی همین ساعت قرار با هم دیگه لایو داشته باشین. این هفته دوم هست و لایو امروزمون در مورد قانونی بودن این بیزنس هست. امروز من میخوام که مریم جون در مورد این مورد صحبت کنه و بگه برای چی که ما میگیم که این بیزنس کاملا قانونیه، علتش چیه. خیلی کوتاه و مختصر با هم صحبت میکنیم. بفرما مریم جون، دست شما. دقیقاً. آره ما خیلی می‌خوایم کوتاه نگهش داریم که توی وقت دقیقاً دوستانم صرفه‌جویی بشه. ببینید این چیزی که ما میگیم بیزنس قانونیه به خاطر اینکه شما از اولین مرحله که وارد میشه، یعنی شما به محض اینکه در حقیقت اون $149 رو واریز میکنید که وارد دوره آزمایشی بشید، بابتش رسید میگیرید. بعد از اون هم بابت هر در حقیقت دلاری که درآمد داشته باشید توی این بیزینس باید برگه های تکس رو پر بکنید و مالیاتش رو پرداخت بکنید. این کاملا به شما نشون میده که این یک بیزینس قانونیه، چون شما وقتی تکس پرداخت میکنید خب بابت یک کار قانونی دارید تکس پرداخت میکنید. سوای اون چیز دیگه که خیلی مهم هست، شما وقتی که تصمیم میگیرید بعد از دوره آزمایشی شروع بکنید کار خودتون رو، کمپانی در واقع با شما یک قرارداد امضا میکنه، اون کمپانی مادر، و به شما یک بیزینس آیدی میده و شما با اون بیزینس آیدی کارتون رو شروع میکنید. یک کمپانی که سال هاست، در حقیقت دهه هاست توی بحث سلامتی و بهداشت سابقه داره و یک کمپانی بسیار معتبر هست، شما از اون یه بیزینس آیدی دریافت میکنید. دیگه چه دلیلی از این محکم‌تر که این دقیقا. کار یک کار قانونیه. دقیقاً. و سوای اون این همه در حقیقت ماها و آدم‌های دیگه که تو این کار فعال هستن داریم با چهره واقعی خودمون کار میکنیم، ویدیو میذاریم، فیلم میذاریم، لایو میذاریم، در حقیقت پروفایل هایی که کاملا اسمشون مشخصه، چهره هاشون مشخصه. حالا تعداد افرادم هستن که خب حالا به دلایلی که دوست ندارن در حقیقت از خودشون فیلم یا ویدیویی نمیذارن، ولی خب واقعا محدود. اکثر آدما دارن با هویت واقعی خودشون کار میکنن. خب پس اینا همه نشون میده که این در حقیقت یک موقعیت کاملا قانونیه و هیچ چیز پنهان و ناشفاف این وسط وجود نداره. درسته. عالی. باید دقیقاً. به سن قانونی رسیده باشین، بابتش مالیات پرداخت میکنین و اینا همه نشون دهنده قانونی بودن یک بیزنسه و اجازه کار دقیقاً. داشته. دقیقاً اجازه کار اون کشوری که خوب شد گفتی نازنین جان، من فراموش کردم. اجازه کار اون شرکت، دقیقاً اون کشوری که شما توش زندگی میکنید بعد اجازه کار داشته باشید تا بتونید این کار رو شروع کنید و فرم های مالیاتیتون هم خب هر سال پر میکنید، هزینه و درآمدتون رو اعلام میکنید و بابت درآمدی که در آوردید مالیات پرداخت میکنید. بله، 100%. مرسی مریم جون، یعنی همه نکاتی که مربوط به قانونی بودن این بیزنس بود و برامون توضیح دادین. حالا مرسی اگه خواستین از شما. خواهش میکنم، حالا اگه دوستانی که هستن که هنوز وارد دوره، یعنی در واقع وبینارها رو ندیدن، میتونن اسم و ایمیل آدرسشون رو به ما بدن، من و مریم جون، که بتونن این وبینارهای کاملا رایگان ما رو ببینن. و این وبینارها 90 دقیقه است، حتما نگاه کنین. اگه سوالی داشتین حتما میتونین از ما بپرسین، اطلاعات بیشتری رو بگیرین. و اول سلام کنم به همه دوستانی که بر ما سلام فرستادن. مرسی، منم سلام. ممنون.
میکنم. تا لایف های بعدی هفته آینده همین ساعت با یه موضوع مهم دیگه در 5 دقیقه. فعلا خدا نگهدار. ممنون مریم جون از وقتی که گذاشتی. ممنون از اینجا، ممنون از همه دوستانی که وقت گذاشتن. ما هر پنجشنبه میایم، به قولمون عمل کردیم. شما هم بیاین اگه سوال مهمی دارین مطرح کنید. حتما قربون همگی. مرسی. وقت خدا عالی نگهدار. داشته باشین. خدا خدا نگهدار.